به دیزاین جینیس خوش اومدید. شما الان دارید سومین قسمت از پلیلیست آموزش فیگما 2024 رو نگاه میکنید و تو این ویدیو قرار به سراغ ابزارهای فیگما بریم و اونها رو به صورت دقیق و تخصصی بررسی کنیم. تو این ویدیو در مورد فریم ها، اشکال، ابزار متن و همینطور یک سری ویژگی‌های مرتبط با اونها صحبت میکنیم. روند آموزشمون هم همراه با حل تمرینه تا یادگیری بهتر اتفاق بیفته و همینطور بعد از اتمام بخش آموزش یه تمرین خیلی باحال هم داریم که اون رو هم با هم دیگه انجام میدیم تا به تسلط کافی و کامل برسیم. همینطور فایل تمرین هر جلسه هم داخل کامیونیتی فیگما آپلود میشه و از طریق لینک توی دیسکریپشن میتونید بهشون دسترسی داشته باشید. بریم به سراغ فیگما. من اینجا از قسمت نیو دیزاین فایل یک فایل جدید ایجاد میکنم و به سراغ تولبار پایین صفحه میریم. ابزار اول سلکشن تول یا ابزار انتخاب هست که با استفاده از اون میتونیم هر المان یا هر آبجکت رو حرکت بدیم، اون رو انتخاب بکنیم و همینطور اون رو از لحاظ ابعاد یا هر چیزی که مد نظرمون هست تغییر بدیم. همینطور در کنار هر ابزار یک ارو هم وجود داره که اگر روش کلیک بکنیم ابزارهای مرتبط به اون رو هم بهمون نشون میده. مثلا اینجا ابزار هند تول و اسکیل رو هم میتونیم انتخاب بکنیم. تک تک به سراغ تمام این ابزارها میریم و باهاشون آشنا میشیم. این از سلکشن تول و حالا بریم به سراغ ابزار فریم. فریم ها توی فیگما به شدت مهم و پرکاربردن. وقتی که فریم رو انتخاب میکنیم توی پنل سمت راست یک سری فریم آماده و پیش‌فرض بهمون نشون داده میشه که اسمشون رو هم نوشته و همینطور ابعادش رو هم جلوش مشخص کرده. مثلا برای موبایل، تبلت، دسکتاپ، پرزنتیشن، واچ، پیپر، سوشال میدیا، فیگما کامیونیتی و همینطور فریم ها آرشیو شده رو میتونیم ببینیم و هر کدوم رو که خواستیم انتخاب بکنیم. به دلخواه من میخوام یک فریم موبایل ایجاد بکنم، مثلا آیفون 14 پلاس، و وقتی که روش کلیک میکنم اون فریم رو برامون ایجاد میکنه. برای ایجاد کردن فریم حتما مجبور نیستیم که از فریم های آماده استفاده بکنیم که خودش در اختیارمون قرار داده. من الان این فریمی که ایجاد شد رو پاک میکنم و دوباره ابزار فریم رو انتخاب میکنم و با کلیک کردن و همینطور حرکت دادن موس یه فریم دلخواه با ابعاد دلخواه میتونم ایجاد بکنم. هر وقتم که به ابعاد دلخواهم رسیدم کلیک کردن رو رها میکنم و فریممون ایجاد میشه. همینطور اگر بخوایم فریم به صورت مربع و به صورت متناسب ایجاد بکنیم، یعنی طول و ارتفاعش یکسان باشه، موقع کلیک کردن و درگ کردن کافیه که کلید شیفت رو هم روی کیبورد نگه داریم تا یک فریم متناسب یا مربع شکل برامون ایجاد بکنه. من الان ابزار فریم رو انتخاب میکنم و کلیک میکنم و درگ میکنم و همزمان شیفت رو هم نگه میدارم و میبینم که طول و ارتفاع فریم داره به اندازه یکسانی بزرگ یا کوچیک میشه. کافیه که کلیک کردن رو رها کنم تا فریم مربعیمون هم ساخته بشه. الان ما توی فایلمون 2 تا فریم ایجاد کردیم که اگر به قسمت لایه ها هم بیایم میبینیم که 2 تا فریم رو داره بهمون نشون میده و اگر روی هر کدومش که کلیک بکنیم و اون رو سلکت بکنیم توی صفحه هم اون فریم سلکت میشه. خب الان این 2 تا فریم رو من پاک میکنم و به سراغ ابزار بعدی میریم، یعنی ابزار شیپس یا ابزار اشکال. توی فیگما تقریبا میتونیم هر شکل دلخواه رو ایجاد بکنیم. الان اینجا داره رکتنگل رو به ما نشون میده، اما اگر روی ارو کنارش کلیک بکنم میبینیم که اشکال دیگر رو هم داره بهمون نشون میده و میتونیم هر کدوم از اونها رو که میخوایم رو انتخاب بکنیم. مثلا همین رکتنگل رو من انتخاب میکنم و کلیک و درگ میکنم تا رکتنگل ساخته بشه. همینطور با نگه داشتن شیفت میبینیم که طول و ارتفاع رکتنگلمون هم متناسب میشه و به مربع تبدیل میشه. این از رکتنگل. بریم با هم دیگه یه دونه دایره هم ایجاد بکنیم. با کلیک کردن و درگ کردن میتونیم دایره هم ایجاد بکنیم و همینطور با نگه داشتن کلید شیفت هم میتونیم اون دایره رو متناسب ایجاد بکنیم یا اینکه به شکل بیزی درش بیاریم. این رو من بیزی قرار میدم، یا اینکه بذارید همون دایره بکشیم چون بعداً باهاش کار داریم. اگر الان این دایره که کشیدیم رو سلکت بکنیم میبینیم که اینجا یک حالت هندل برامون ایجاد شده. خیلی از شکل‌ها توی فیگما این هندل رو دارن، مثلا چنزلی ها و همینطور ستاره ها هم از اینجور هندل ها دارن که اگر روش کلیک بکنیم و درگ بکنیم میبینیم که داره دایره ما رو میبره و میتونیم تقریبا به 3/4 درش بیاریم. بعد از اینکه این قسمت رو حذف کردیم میبینیم که الان 3 تا هندل داریم. مثلا با کلیک کردن و درگ کردن روی هندل وسط میتونیم از وسط دایره رو حذف بکنیم و یک دیسک ایجاد بکنیم، یا اینکه با کلیک کردن و درگ کردن روی این یکی میتونیم دایرمون رو بچرخونیم. به سراغ ستاره هم بریم. اینجا میتونیم یک استار رسم بکنیم. اگر من
کلیک بکنم، درگ بکنم و همینطور شیفت رو هم نگه دارم، یک استار متناسب بهمون نشون داده میشه که باز این شکل هم اون هندل ها رو داره. مثلا از اینجا میتونیم ستارمون رو به این شکل در بیاریم یا اینکه این پره هاش رو بیشتر یا کمتر بکنیم. همینطور به سراغ خط هم میتونیم بریم. اینجا رو با کلیک کردن روی این ارو میتونیم لاین رو انتخاب بکنیم و یک خط روی صفحه ایجاد بکنیم. همینطور با نگه داشتن کلید شیفت میتونیم یک خط رو در زاویه های مشخص شده ایجاد بکنیم. همینطور در قسمت اشکال گزینه ایمیج هم وجود داره که میتونیم عکس رو از کامپیوترمون به فیگما اضافه بکنیم. کافیه که روی ایمیج کلیک بکنیم و اینجا فایل منیجر رو میاره و هر عکسی که بخوایم رو میتونیم انتخاب بکنیم و داخل فیگما ایمپورت کنیم. الان ممکنه سوالی که توی ذهنتون به وجود بیاد اینه که چه تفاوتی بین فریم و مثلا رکتنگل وجود داره؟ هر دو یک حالت مستطیلی یا مربعی دارن دیگه. پس چرا هم فریم رو داریم و هم رکتنگل رو؟ بیاید با هم دیگه رکتنگل و فریم رو بررسی بکنیم. ابزار فریم رو انتخاب میکنم و یه دونه فریم توی صفحه ایجاد میکنم. شیفت رو هم نگه میدارم تا فریممون مربعی بشه. این از فریم ما که ایجاد شد. الان میام و رکتنگل هم ایجاد میکنم. موسم رو داخل این فریمی که کشیدم میارم، کلیک میکنم و درگ میکنم. شیفت رو هم نگه میدارم تا یک مربع ایجاد بشه. الان ما میبینیم که رکتنگلی که ایجاد کردیم درون فریممون قرار گرفته. در واقع فریم ها قابلیت دربرگیرندگی تمام المان های دیگر رو دارن. ما هر المانی رو میتونیم درون فریم ها قرار بدیم، چه شکل باشه، چه متن باشه، چه عکس باشه، چه هر چیز دیگه ای. هر المانی رو ما میتونیم در فیگما درون فریم ها قرار بدیم. الان اگر قسمت لایه ها رو هم با دقت چک بکنیم میبینیم که اینجا یک فریم یک واسمون ایجاد شده که درونش یک رکتنگل قرار گرفته و اگر این فریم رو انتخاب بکنیم میبینیم که به صورت پیشفرض رکتنگل درونش هم انتخاب میشه. و حالا اگر من فریم رو توی صفحه حرکت بدم، رکتنگل درونش هم همراه با فریممون حرکت میکنه و هر جا که اون رو قرار بدیم رکتنگل هم قرار میگیره. این یکی از ویژگی های خوب فریم هاست، به صورتی که ما میتونیم المان‌های دیگر رو درون فریم ها قرار بدیم. این موضوع به تمیزتر شدن پنل لایه ها هم کمک میکنه و همینطور اگر اون فریم کلی رو انتخاب بکنیم و حرکت بدیم، تمام اجزای داخلش هم همراه باهاش حرکت میکنه. این فقط یکی از ویژگی‌های خوب فریم هاست و توی ویدیوهای پیشرفته‌تر و حرفه‌ای‌تر در مورد قابلیت‌های حرفه‌ای فریم ها مثل قابلیت اتولیات کردن و همینطور کامپوننت کردن هم صحبت می‌کنیم. حالا بریم با هم دیگه یک رکتنگل ایجاد بکنیم و سعی بکنیم که یک فریم رو درونش قرار بدیم. ببینیم آیا این اتفاق میفته یا اینکه این ویژگی فقط مختص فریم هاست. من اینجا رکتنگل رو انتخاب می‌کنم، کلیک و درگ می‌کنم، شیفت رو هم نگه می‌دارم تا به مربع تبدیل بشه و حالا ابزار فریم رو انتخاب میکنم، موسم رو درون رکتنگل میارم، کلیک و شیفت رو هم نگه میدارم، درگ میکنم تا فریممون درون رکتنگل ایجاد بشه. همونطور که توی پنل لایه ها میتونیم ببینیم الان فریممون انتخاب شده اما رکتنگل انتخاب نشده و دو لایه فریم 2 و همینطور رکتنگل 2 در کنار همدیگه قرار گرفتن، نه درون همدیگه. و الان من اگر این رکتنگل رو انتخاب بکنم و اون رو حرکت بدم میبینیم که فریممون تکون نمیخوره. در واقع الان فریم ما درون رکتنگلمون نیست. پس میتونیم نتیجه بگیریم که این قابلیت دربرگیرندگی فقط و فقط مختص فریم هاست و اشکال، حالا هر شکلی که میخواد باشه، مثلا دایره، پالیگون، استار یا هر شکل دیگه ای، این قابلیت رو نداره. این از توضیحات مهم فریم ها و همینطور شیپ ها و تفاوتشون. بریم به سراغ ابزار دیگه. تو این ویدیو من میخوام با ابزار تکستول یا همون ابزار متن هم شما رو آشنا کنم. کافیه که روی این آیکون تی کلیک بکنیم تا ابزار متن انتخاب بشه و هر جای صفحه که دوست داریم کلیک بکنیم. کرسر رو ما الان میتونیم ببینیم و کافیه که تایپ بکنیم تا متنمون نوشته بشه. این ابزار متن بود که کار کردن باهاش خیلی ساده است. کافیه که ابزار متن رو انتخاب بکنیم، در یک جای صفحه هر جا که دوست داریم فقط کلیک بکنیم، کرسر رو ببینیم و شروع به تایپ کردن بکنیم. اینجا خیلی خوبه که با هم دیگه تمرین انجام بدیم تا مباحثی که تا الان یاد گرفتیم رو بتونیم تثبیت بکنیم و همینطور با ویژگی‌های جدید هم آشنا بشیم. هدفمون الان اینه که یک دکمه ساده دیزاین بکنیم. دکمه ساده از چه چیزهایی تشکیل شده؟
یک باکس و همینطور یک متن که درون اون قرار گرفته. برای ایجاد کردن باکس دکممون باید از فریم استفاده بکنیم، چون که میخوایم متن رو درون اون قرار بدیم. و کلا این رو در نظر داشته باشید که در فرآیند طراحی میشه گفت در 90% اوقات داریم از فریم ها استفاده میکنیم و فقط در 10% و در جاهای خاص داریم از اشکال استفاده میکنیم. بریم با هم دیگه دکممون رو بسازیم. من اینجا ابزار فریم رو انتخاب میکنم، کلیک و درگ میکنم تا یک فریم ایجاد کنم. همونطور که میبینیم وقتی که داریم این کارو با درگ کردن و کلیک کردن انجام میدیم شاید به اون ابعاد مد نظرمون نرسیم و سایز فریممون مناسب نباشه. برای اینکه بتونیم ابعاد اون فریم یا ابعاد اون المانمون رو به صورت دستی و دقیق تنظیم بکنیم، کافیه که المانمون رو انتخاب بکنیم و وارد پنل دیزاین بشیم و در بخش لی‌اوت وید و هایتش رو به صورت دقیق مشخص کنیم. الان ویدش روی 79 هست. من این رو کلیک میکنم و روی 160 تنظیم میکنم. همینطور ارتفاعش هم روی 24 هست. روی اون هم کلیک میکنم و اون رو روی 40 پیکسل تنظیم میکنم. الان باکس دکممون رو تونستیم بسازیم. اگر دقت کرده باشید توی وبسایت ها و اپلیکیشن ها دکمه هاشون یک حالت خاصیه که گوشه هاش یک خمیدگی داره. کافیه که اون المانمون رو انتخاب کنیم. اینجا این فریم رو انتخاب میکنیم، در پنل دیزاین وارد بخش اپیرنس میشیم و اینجا میبینیم که بوردر ریدیوس 0 هست. این رو روی 8 پیکسل تنظیم میکنیم و میبینیم که گوشه های فریممون خمیده شد. حالا میتونیم رنگ دکممون رو هم مشخص کنیم. کافیه که این فریم رو انتخاب کنیم، در پنل دیزاین وارد قسمت فیل میشیم و اینجا میبینیم که رنگش FFF یا همون سفید هست. روی این مربع کلیک میکنیم و از قسمت پنل رنگ اون رو روی قرمز انتخاب و مشخص میکنیم. الان خیلی ساده تونستیم باکس دکممون رو ایجاد بکنیم. وید و هایتش رو مشخص کردیم، گوشه‌اش رو خمیده کردیم و رنگش رو هم تغییر دادیم. کافیه که فقط متن رو بهش اضافه کنیم. کافیه که ابزار متن رو انتخاب کنیم و موسمون رو روی فریممون بیاریم، کلیک بکنیم و هر متنی که دلمون میخواد رو بنویسیم. مثلا من باتن رو مینویسم و متن دکممون رو هم ایجاد کردیم و همونطور که گفتم فریم ها قابلیت دربرگیرندگی دارن و اگر توی پنل لایه ها ببینیم الان فریم 3 این تکستمون رو هم درون خودش قرار داده و تکستمون درون فریم قرار گرفته. الان یک مشکلی که وجود داره اینه که متنمون دقیقاً در وسط فریم قرار نگرفته. کافیه که متنمون رو انتخاب کنیم و اون رو بیاریم و وسط فریم قرار بدیم. البته الان رنگ رو قرمز انتخاب کردید، بذارید رنگ رو تغییر بدم، مثلا یک رنگ دیگه آبی رو انتخاب میکنیم. خب حالا اگر این تکست رو انتخاب بکنیم و اون رو داخل فریم حرکت بدیم ببینیم که یک سری خطوط راهنما هم داره ایجاد میشه که به ما میگه که الان کجا در وسط فریم قرار میگیره. الان اینجا دقیقاً متنمون در وسط فریم قرار گرفته. تا اینجا خیلی خوب پیش رفتیم و با یک سری از ابزارها آشنا شدیم. فریم ها رو شناختیم، اشکال رو شناختیم، ابزار متن رو شناختیم، همینطور یک سری ویژگی در مورد المان ها مثل وید و هایتشون، بوردر ریدیوس یا همون خمیدگی گوشه هاشون و همینطور رنگشون رو هم بررسی کردیم و تونستیم که تغییر بدیم. این از بخش آموزش و حالا بریم به سراغ تمرین. در ادامه فرهاد بهمون ملحق میشه و قرار این کارت محصول که متشکل از یک عکس، یک متن و همینطور یک دکمه هست رو بسازیم و با همدیگه دیزاین بکنیم. فرهاد سلام. سلام، بریم سراغ تمرین این جلسمون. یک کارت محصول داریم و میخوایم با هم ایجادش بکنیم. یک فریم ابتدا ایجاد میکنم چون میخوام عرض و ارتفاع همینو داشته باشه. 576 در 344 دقیقاً همینو بهش میدم. میارمش بالا. یه عکس دارم، یه تاپیک و یه دیتیل و یه دکمه. همه رو میام قرار میدم. عکس رو کپی میکنم و پیست میکنم، میارم میذارم داخل فریمم. یه تاپیک دارم اینجا که میام ایجادش میکنم. و همیشه برای اینکه وقت زیادی نگیره ادامه‌شو کپی میکنم، میارم قرار میدمش اینجا یه ذره پایین‌تر. یه دونه دیتیل دارم
که مثل همون بالا ایجادش میکنم و بقیهش رو برای اینکه وقت زیادی ازم نگیره کپی میکنم و همین شکل قرار میدم. اینجا رو یه اینتر میزنم برای اینکه متنم بیاد پایین. توجه دارم که الاینش سمت راست هست. یه دکمه دارم که دکمه‌رم به همین شکل ایجاد میکنم. چون میخوام بازم عرض و ارتفاعش دقیقا یکسان باشه میام از همین ایجاد میکنم. ارتفاع 40، عرض 320. رنگش هم میام دقیقا مثل همین انتخاب میکنم. از گزینه فیل این قطعه چکون رو بزنم بیارم روش قرار بدم، دقیقا رنگ همونو میگیره. یه رادیوسی داره، رادیوسش هم 4 هست. انتخاب میکنم میارمش یکم بالا و یه متن داره، این متنش هم باید ایجاد بکنم. مشاهده محصول میارمش اینجا وسط قرارش میدم. به همین راحتی تمرینمونم تموم شد. برای اینکه این تمرین رو بهش دسترسی داشته باشین ما لینکش رو براتون قرار میدیم و میتونین این تمرین رو در داخل فیگما مشاهده بکنین. اینم از قسمت سوم پلیلیست آموزش فیگما 2024 و تو این ویدیو سعی کردیم با همدیگه با یک سری از ابزارها آشنا بشیم و در پایان هم با همدیگه تمرین رو انجام دادیم. فایل تمرین هم داخل کامیونیتی فیگما منتشر شده و از طریق لینک توی دیسکریپشن میتونید بهش دسترسی داشته باشید. اگر قسمت‌های گذشته رو ندیدید پیشنهاد میکنم که اون قسمت‌ها رو هم سعی کنید برید ببینید. لینکاشون توی دیسکریپشن هست. منتظر ویدیوهای آینده هم باشید. اگر این ویدیو رو دوست داشتید خیلی ممنون میشم که لایک بکنید. مرسی از اینکه سابسکرایب میکنید و نظرتون رو برامون مینویسید. مرسی از همراهیتون.